دریفت مهارتی که به صورت تصادفی خلق شد ولی دنیا رو دیوونه کرد. دریفت از کلمه دوریفتو در زبان ژاپنی گرفته شده که به معنی سر خوردنه. ماجرای دریفت برمیگرده به دهه 70 میلادی در ژاپن، جایی که مسابقات خیابانی توی کوههای هاکونو و اوشیراکاوا برگزار میشد. اون زمان همه سر پیش ترمز میگرفتن و صاف پیچو میپیچیدن، تا اینکه یک اسطوره توی این مسابقات تصمیم گرفت ماجرا رو بالکل تغییر بده. کونیمیتسو تاکاهاشی، اسطوره مسابقات ژاپن، توی یکی از مسابقه‌هاش وقتی به پیچ رسید به جای کم کردن سرعتش به ماشینش زاویه داد و متوجه شد با این روش میتونه بدون اینکه سرعت زیادی از ماشینش گرفته بشه سر پیچ راحت بپیچه و اینطوری شد که دریفت متولد شد. اون زمان دریفت فقط یک هنر زیرزمینی محسوب میشد تا اینکه بعدها توسط یک راننده خیابانی به نام کیچی تسوچیا این سبک وارد مسابقه‌های واقعی شد و به خاطر مهارت بالاش بهش لقب پادشاه دریفت رو دادن. حالا به نظر شما بهترین ماشین برای دریفت چه ماشینیه؟